صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه می دهیم. به عباره امروز سیاست دولتداری کوروش کبیر 2500 سال از این مقدم به طرز دولتداری دنیوی اساس یافته بود. شاید یکی از سبب‌های شهرت جهانی یافتن و امپری ابرقدرت زمان خود شدن دولت هخامنشی‌ها تحت راهبری کوروش کبیر در پیش بردن همین سیاست دولتداری دنیوی نهفته باشد. برای مثال نوشتجات استوانه گیلی را می‌آوریم که الحال در آثارخانه بریتانیا محفوظ بوده. کوروش کبیر در آن تأثیرات غالبیت و فتح بابل را چنین ثبت کرده است: منم کوروش، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند. وضع داخلی بابل و مکانهای مقدس آن قلب مرا تکان داد. فرمان دادم که همه مردم در اعتقاد خود آزاد باشند و مردمان بی اعتقاد آنها را نیازارند. فرمان دادم که هیچ یک از خانه مردم خراب نشود. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. آفریدگار از من خرسند شد و به من که کوروش هستم و به پسرم کمبوجیا و به تمام لشکریان از راه عنایت برکت خود را نازل کرد. در عین حال باید ذکر نمود که کوروش کبیر ضمن سیاست دولتداری و طرز دنیوی تفکر هدفهای کشورکشایی و گسترش دادن اقتدار روزافزون امپری خود را پیش می برد. به قول مورخان عهد قدیم و جدید کوروش کبیر قبل از هجوم به بابل در سیمای سوداگران و تاجران، روحانیان مذهب‌های گوناگون و دسته جاسوسان دولتی ترغیباتچیان سیاست خود را به آنجا انتقال داده نمایندگان ملت و مذهب‌های اذیت کشیده را قبلا به امپری هخامنشیان دلگرم می‌ساخت. کوروش کبیر علل خصوص نسبت به ملت بنی اسرائیل که از زمان بختالنصر در اسارت دولت بابل بود مهربانی و عنایت زیادی کرده است. او اشیاهای گرانبها و ظرفیات طلایی و نقرگین را که هنگام خراب نمودن معبد یهودیان در بیت المقدس غارت شده بود به عبادتخانه یهودیان بازگرداند. گذشته از این با اجازه کوروش بیش از 42,000 نفر یهودی از جمله 7,000 غلام و کنیز برای تعمیر و تجدید معبدهای بیت المقدس رهسپار شدند. از اینجاست که احترام نخبگان بنی اسرائیل به کوروش خیلی زیاد بوده نام او در کتاب مقدس آنها ذکر شده است. کوروش کبیر در عین حال معبدهای بابلستان، آشور و ایلم را تعمیر نموده با آنها نذر و نیاز و قربانی‌های زیاد نثار می‌ساخت. خلقیت‌های مختلف را برای برگشتن به وطن اصلیشان رخصت می‌داد، ولی با وجود همه این جوهر زورآورانه امپری هخامنشیان و سیاست بزرگدولتی آنها باقی می‌ماند. بعد فتح بابل کوروش کبیر میلی به مصر قدیم لشکر کشیدن داشت، زیرا دو دشمن توانای او باختر و بابل سر اطاعت فرود آورده در پیش راهش امپری مصر قدیم می‌ایستاد. ولی ناتنجی‌های سرحد قسم شمال و شرقی دولت هخامنشیان و پی در پی تاخت و تاز نمودن قبیله مسگیت‌ها که از اطاعت کوروش بیرون بودند او را وادار می‌کرد که قصد لشکرکشیش را موقوف گذارد. نهایت کوروش کبیر به جای خود پسرش کمبوجیا را به تخت شاهی بابل نشانده تابستان سال 530 تا میلاد دوباره راه سرزمین آسیای میانه را پیش گرفت. او با فوج سپاهیان بیشمار که از هر قوم و ملت گرد آمده بودند هدف پایدار نمودن سرحد و شکستن اردوی مسگیت‌ها را داشت. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه دارد.